امروز همچنین سلام عرض میکنم خدمت دوستان و هموطنان عزیز. امروز 14/9/1403 من در رابطه با شکایت هایی که کرده بودم به ادارات مختلف که اینجا پرونده‌ش هم هست، شکایت ها ثبت شده و عرضم به حضورتون اینو ببینید، همش رفته برای یه برج، عرضم به حضورتون برج 1 یا 2 سال آینده. انگار نه انگار. اینجا رو داشته باشین. ما شکایت هایی که انجام داده بودیم، یکی در رابطه با بورس بود، یکی در رابطه با وزارت بهداشت بود، در رابطه با مسکن ملی بود که شکایت کرده بودیم. عرضم به حضور در رابطه با ایثارگری بود که ایثارگری هیچ امکاناتی به ما ندادن. بانک مرکزی بود، بانک سپه بود. بنیاد شهید از همه مهمتر، بنیاد شهید که زیر نظرش بانک دی هستش که تمام پولای ما رو ظرف 6 سال گذشته همه رو به باد دادن. و عرضم به حضورتون یه لحظه